آقای کیا پسر گلم، حسابی از این دوتا بروجک خاله قربونشون بشه مراقبت کن تا من و خالت بریم به کارامون برسیم و سری بیایم. مامان بابا تو رو خدا منو با اینا تنها نذار. اصلا بابا منو چه به بچه داری؟ بابا من کار از دستم بر نمیاد. خفه شما سگ فیزا. تکه صفا. ساکت دیگه. خاله ببین توضیح میدم بهت، اصلا اونطوری که تو فکر میکنی نیست. باور کن سوء تفاهمه، اونطوری منو نگاه نکن. خیلی گذشت. مگه نگفت ساکت چین؟ ها؟ چی کار میکنی؟ الان مامانش میفهمه. راست میگه. الان مامانش میاد. وای. به دادمون برس.